همین تیپ بوده. خوش تیپ هم هستم. بیشتر خانوما میگن خیلی خوش تیپی. بهترین بازی تا که سوال اینه، بهترین بازی که انجام دادی الان هم اگه ریشا اینجوری یعنی واسه فوتبال ما سخت میشه با این گروه ها. آقا فردوسی دست هر مربی بوده این آب خوردن میرفتیم به قربان. ما فوتبالیستا میگیم وقتی قهرمان شدی، الان گفتم آقای فردوسی بود، اول همه باید جنبه‌شو داشته باشی. متاسفانه الان فوتبالیستای ما تای استر میکنن فوری مو بلند میشه و ریشا اینجوری میشه و من زمان فوتبال بازی کردنم ریشم و یک ما به ما میزدم. الان هم اگه سفید نمیشد همین کارو میکردم. مو هم از روز اول همین بوده، تیپ هم همین تیپ بوده. خوش تیپ هم هستم. بیشتر خانوما میگن خیلی خوش تیپی. بهترین بازی خیلی همچی بزنه اون موقع سال 90 که الان شما داری میبینی. آقای فردوسی بود عربا میتونستن جلو ما ازدان کنن. یه دوره آقا جاسمه یادشه رفتیم با پرسپولیس از اینجا بحرین و نمیدونم یمن و قطر و 40 تا 50 تا گل دادیم برگشتیم. خود عربستان 7 تا تو خود عربستان دادیم. مقدماتی جام جهانی ما عربستان 3-0 بردیم برگشتش نیامد. بعد الان باید بیایم از یمن و بحرین بترسیم. من بیشتر موقع ها که مثلا خب رقیب ما هم میشه استقلال بود. ما اگه مثلا میباختیم یه سال 2 سال به استقلال میباختیم. مثلا جلو نیکبخت ما گفتیم باید اینجوری بازی کنیم. همین بهروز رهبریفر رو بازی با استقلال من گفتم دفاع راست. رو در روی نیکبخت واحدی. به امام حسین 90 دقیقه نداشت این نیکبخت پاش به توپ بخوره. بعضی موقعی بازی کنی که بعد مواظب بودیم میسپردیمش دست این اصلا کاری باشون نداشتیم. مثل محمد مایدی و دادکان و پنجلی و اینا یه سری الوات داشتیم که اونا رو گاهی گداری یه خورده هواشونو داشتیم. شما اینقدر دوران مربیگیتون فکر کنم هرس خورید. این تبخاله چیه اصلا کلا نمیرین؟ یواش اصلا دیگه خاله تبخال اصلا نمیره اصلا. البته این دخترها ما میگن بی بریم بابا ورداریم بودن بابا بعد چی ورداریم دیگه ما دیگه سنمون به این چیزا نمیخوره دیگه. آره وسط بازی بعد ما بزرگ میشد. حاله نه اشتباه یکی چقدر میفته دیگه اصلا. خال تبخال قدیما خیلی میزدن. ببین آقای دلبری به کجاهای ما کار داره. عادلی ما فولاد نمیدونم به آیردهای خوبه منه محمد مایدی. یه مسابقه معروف داشتی گفتی الان 80% تیم آماده است 30% دیگهش مونده. اینا دیگه بعضی موقعا فردوسی بود در میداد. الان مثل سردارم گفته بود که از 3 تا مسابقه 12 با هم میاد. واقعا گفته بود؟ من که نشیدم ولی این چیزا یه آدم حواسش در میره دیگه از زبونش دیگه. حالا چیزای مختلفو گفتیم. یه دامادتون آقای فرزین زمان آقای صبح دوبل زیر دست من کار کنه. مگه سرمربی نبود؟ نه دیگه قرار بود زیر دست نظر من کار کنه. ولی خب یهو اینا مثلا اون یکی دیگه هم آوردیم اشمیر. اون که حرکات موزونش از خودش معروف‌تر بود. اصلا هیچ چی دیگه اصلا. ما رفتیم تو یه مهمونی دیدیم نمیشه بگم. حرکات موزون کلمه خوبیه. آره دیدیم اصلا یارو گفتیم با بریم. آخه آدم حرف بزنه که ما که نمیتونم من که نمیام مصاحبه کنم بگم ایراد چیه. ولی آقا این ایرادا هست این مسائل حل نمیشه آدم بگه. نگاه میکنم انقدر تو آخراش که دیگه میبینم داره میره توی لیگ 1 کنم اینا دیگه میره دیگه میگفت یه زمان شاترها فقط میبینه. ولی واقعا برنامه قشنگه. یعنی سالم ترین برنامه‌ای که توی این مملکت پخش میشه خودت. یعنی نه ما جایی میبینیم نه چیزی میشنفیم نه میگن نمیدونم قرمز آبیه. الان خیلی کسا رو خب بهشون میچسبونن که آقا ایشون آبیه ایشون قرمزه. ولی شما حسن اینه که هیچ جا نیستی. باریکلا همینجوری حفظش کن. آقا فردوسی ما همیشه میگفتیم قهرمان شدن خیلی آسونه، نگه داشتن سخت.